یکی از معجزه هایی که حضرت عیسی را خدا داده بود این زنده کردن مرده بود. زنده کردن مرده. خیلی که پیامبر بودم معجزه خیلی حضرت موسی را معجزش همون یدی بیضاش بود و همون تیاقش بود میپرتافتش مقصد با اژدها بگیم یک مار کلان را تبدیل میشید. هر یک پیامبر با خودش یک معجزه داشت تا مردم ببینن که حقیقتا همین نماینده خدای با او ایمان بیارن. پیامبر خود مونم معجزه های بسیار داشت. حتی کودکی را آوردن که سن سالش 10 ساله یگان بار حرف زگی نبود. گفتن حضرت همین آدم بیماره این بچه ما 10 ساله شده گپ نمیزنن. همین را مقصد یک الله را نمیک دعا نمیکنه که زبانش کشاید. میگه حضرت هم خیلی نگاش کرد گفت من کیم؟ من کیم گفت؟ یکم کلمه را که همین زد گفت تو رسول خدا هستی. ببینید تا همون گرده ها دانن که حضرت برای چی گفت تا که اونجا در مردم باور نمیکرد. مردم را همچون جادوگر همچون شاعر گفت که انا بچه هم گفت من کیم؟ گفت تو رسول خدا هستی. یکم حرفی که از زبان برآمد همین بود برادر عزیز. برای پیامبر هم صاحب معجزه بودن. انا حضرت عیسی هم همین بود. وقتی زنده میکرد گفتن این خیلی نمیشود. آوردن پیش یک قبر. پیش یک قبر آوردن. این از همون فرزندای حضرت نوح علیه السلام بود. 1000 سال از عمرش گذشتگی بود این مردنش. گفتن انامین آدم زنده کرد. انامین را زنده که باورت میکنی. میگه الله مهربان گفت خدایا گفت خیلی خودت دانایی همه بندگانی تای طلب اینا همی ای خدایا اگر در همین ارادت رفته باشه و همین اگر زنده کردنی باشی زندهش که تا همین مردم همین را طلب دارن. میگه قبر میگه کشاده شید. همون آدمی که 1000 سال پیش مردگی بود میگه جوش بلند شید. بلند شید میگه مردم دیدن این آدم حتی میگه به سخن آمد گفت برای چی مرا زنده کردی؟ گفت مردم خواست. گفت مرا تاها زیر 1000 سال گذشته همون تلخی جان کندن گفت از حلق مالی نرفته. باز میخواهی که دویم باره باز من جان بکنم با همین 1000 سال دیگر همون تلخی جان کندن احساس کنم. چرا من را زنده کردین؟ ابولای سمرقندی این را در تنبیه الغافلینش آورده. میگه وقتی این را دیدن گفتن اکه ما تا امروز میگفتیم که تو سحر داری و نیکی میگفتیم البته فقط در همین زمین تاثیر میکنه. امروز این سحری تو آسمان هم تاثیر کرده است. قبولش نکردن.